در اساس دستور سپارش‌های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان، 9 یادگاری تاریخی و فرهنگی ولایت سوخت، قلعه شیرین ناحیه اسپیتامن، پتروگلیف‌ها، سنگ‌نگاره‌های ناحیه اشت، مقبره حضرت شاه شهر اسفره، قلعه قهقه و موضع 40 حجره ناحیه شهرستان، قلعه خوجند، مجمع معماری شیخ مصلح الدین و مقبره حضرت بابا در شهر خوجند، مدرسه عبداللطیف سلطان، 9 گنبد شهر استرفشان به سلسله جایزه شاهراه بزرگ ابریشم از گذرگاه منطقوی فرغانه سردریا پیشنهاد کرده شده است. خوشبختانه در سال 2018 کمیسیون یونسکو به اینجا تشریف آوردند و از یک قطار یادگاری‌های تاریخی در قلمروی اسفره بوده دیدن نمودند و در نتیجه یک چند یادگاری‌ها را لازم دانستند که معلومات رو به یونسکو پیشکش کنیم. یکی از این یادگاری‌هایی که این لحظه ما در اینجا قرار داریم مقبره حضرت شاه به حساب می باشد که مقبره حضرت شاه در عصرهای 9 و 11 بنیاد گردیده است. قیمت بلندی این یادگاری از آن عبارت است که هنوز 1100 سال مقدم به استفاده یگان میخ این چیز بنیاد گردیده است. قیمت بزرگ این مقبره از آن عبارت است که در اینجا ما 7 رکن، ستاره 8 گوشه و چرخ را یعنی همه رمز و نشانه های تمدن آریایی میبینیم و موجودیت این یادگاری تاریخی بار دیگر بازگوی آن است که تاجیکان واقعا هم میراثخواران مردم آریایی میباشند و البته در اینجا حفظ گردیدن این آثارهای قدیمی نیاگان بار دیگر گواه آن است که تاجیکان واقعا هم در رشد تمدن عمومی بشری سهم ارزنده خود را گذاشتند. در نتیجه از نظرگذرانی کمیسیون وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان و تشکیلات بین المللی یونسکو نتیجه گیری کرده شد که یادگاری مذکور به فهرست یادگاری‌های تاریخی عمومی بشری پیشنهاد کرده شود.